سلام میکنم خدمت شما دوست عزیزم، امیدوارم حالت خوب باشه. بهت تبریک میگم که تا اینجا یه درس پیش اومدی. مطمئنم با توجه به تمریناتی که توی این دوره بهت میگیم میتونی لهجه خودت رو خیلی عالی مدیریت کنی. خب من امیر مصطفی هستم، مدرس سخنرانی و فن بیان. میخوام در رابطه با یه موضوعی صحبت کنم، آهنگ کلام. چیزی که خیلی از افراد اصلا بهش توجه نمی کنن، شاید اصلا جزء لهجه ندوننش، ولی چیزی که خیلی میتونه مؤثر باشه روی لهجه شما آهنگ کلامته. بذار یه مثال بهت بگم. مثلا کسی که اصفهانیه میخواد این جمله رو بگه، دقت کن: سلام به همه طرفداران برنامه صبح جمعه. ببینی یه آهنگی تو کلامشه. سلام همون سلامه، به همون به، همه همون همه است، طرفدار همون طرفداره. ولی چیزی که باعث میشه لهجه پیدا کنه اون آهنگ کلامشه. دقت کن: سلام به همه طرفدارای برنامه صبح جمعه. ببینی درن 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 درن. یه آهنگی تو کلامشه. اگر این آهنگ کلام رو بتونی مدیریت کنی، تو خیلی از لهجه ها میتونه برات خیلی سریع جواب بده. میتونی خیلی رباتی بخونی برای شروع، مثلا به این شکل: سلام به همه طرفدارای برنامه صبح جمعه. میبینی هیچ آهنگی تو کلام نیست. سلام به همه طرفدارای برنامه صبح جمعه. دیدی؟ اون آهنگ کلامتو سعی کن مدیریت کنی. مثلا لهجه کرمانی اینجوری میشه. البته من سعی میکنم شبیهش رو در بیارم، من که خب اصالتا کرمانی نیستم. به این شکل میشه: سلام به همه طرفدارای برنامه صبح جمعه. میبینی؟ آهنگ داره تو کلامش. سعی کن این آهنگ رو اول تو کلامت پیدا کنی، ببینی به چه صورته. رباتی بخونی، جمله رو بذار رو و رباتی بخون. رباتی بخون، تکرار کن تکرار کن تکرار کن تا این آهنگ کلام از اون واژه ها و جملاتی که بیان میکنیم بیفته. مثلا بخواد شمالی بشه این شکلی میشه: سلام با همه طرفدارای برنامه صبح جمعه. میبینی؟ اون سلامه سلامه، صبح جمعه صبح جمعه است. فقط یه آهنگی تو کلام هست. اون آهنگ رو مدیریت کن. در کنار تمرینات قبلی که بهت گفتیم میتونی فوق‌العاده لهجه خودت رو مدیریت کنی. پس برای شروع بیا صدای خودت رو ضبط کن با یه صحبتی که از یه لهجه معیار میشنوی، بیا مقایسه کن و ببین که کجاها داره اختلال ایجاد میکنه. اون آهنگ کلامت رو بشناس و هی صدات رو ضبط کن، بشنو و سعی کن که صدات، صحبت کردنت، آهنگ کلامت، لهجت بیشتر به لهجه معیار شبیه باشه. و این کار هی قراره با همدیگه تو تمرینات تکرار تکرار و تکرار کنیم که بیفته تو ناخودآگاه ذهن ما و بتونیم خیلی عالی بیانش کنیم. به همین سادگی. فقط کافیه کارهای کوچیک کوچیک رو انجام بدیم تا بعد از یه مدت بتونیم نتایج بزرگی به دست بیاریم. با من همراه باشید.